دادستانی کل تاجیکستان نسبت به حادثه زنازنی شب 3 ینور پرونده جنایی بر اساس ماده 104 یعنی کشتار و اوباشی باز کرده آن را تحقیق میکند. یادآور میشویم که شب 3 ینور در محله 104 میان یک گروه جوانان زدخور به عمل آمد که در پی آن 2 جوان کشته و یک زخمی شدند. زنازنی این گروه جوانان محض در همین منطقه نزد دانشکده و حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان رخ داده است. ما در اینجا با شاهدان حادثه صحبت داشتیم که آنها اظهار داشتند که این زنازنی گروه جوانان خیلی بی‌رحمانه صورت گرفت و آنها همدیگر را با هر وسایلی که روی دست داشتند لط و کوب میکردند. ما تلاش کردیم با ساکنان این محله و با شاهدانی که این حادثه را مشاهده کردند صحبت انجام دهیم. این قریب یک از 2 ماه زیاد بود. همین جنگ این منو دو گروه من مکتب 101 مکتب 43 مکتب 54 اینا همشون جمع شده می اومدن. گروه شده بچه‌ها خیلی کنه نمیدونم مبین خودشون چیا تقسیم میکنن. من باید جوان رفت چی هیچ همون نویرام گپ زدن که انا نامو خیلی جان خوردن 104 103 دو بچه مرده. انا گپ در همین من نصیحت کردم دیدی بچه بهوده و بیهوده نگردی گپی کلانتر بگیری گپی پدر مادرت نبگیری نم خیلی ده آخی نصیحت نمیکنم بچه. خلاصه ساکنان از زنازنی و اخلاق جوانان گوناگون است، اما آنها میگویند واقعا زمانی اخیر اخلاق جوانان امروز کاسته شده است. خیلی ممکن بسیارتر حساب همین فیلم‌های مثال هر خیلی نشون میتین مثال یا دمی خیلی بچه‌ها یاشته مثال بستگی نداره مثال به نظارت پدر مادرها میشه مثال نظارت نمیکنن فرزنداشون ممکنه همین حساب بسیارتر شده در این تربیت از چی وابسته؟ اونا اگر برای مثال همین سپورت رو مشغول شوند یکم کروژوکوی و باشد همین که هم کسب کار آموزند و کنن برای اینکه بسیاری ها من همین میبینم که پیش خانه ها بیکار گشتین ایکاره همین بچهای 20-25 ساله برای اینکه کار نیست. خیلی نماز شوم شده اون فرزندم عقل تمیز داره بدرویه مثال یا پدر و مادرش قطعی مثال چی کنه خک نمیشه فرزنده حضیره را بیرون دم یک گپ زنیم اقورتت می نمیگذاره بره و پیش مثال دیگه بود تربیه فرزنده. زمانی که ما این برنامه رو ثبت میکردیم خودی ما در نزد مکتب 54 شهر دوشنبه که گروهی از آن جوانان با هم مناقشه کرده را ختم کردگان و تحصیل کنندگان این مکتب نیز میدونستند در نزد این مناقشه داشتند. این مناقشه تنها با دخالت بزرگسالان ختم یافت.